پاکستان میگوید پنجشیر، ایران میگوید پنجشیر، امریکا مانع رسیدن به قدرت پنجشیر، روس‌ها جنگیدند و گفتند پنجشیر، ملیشه‌های پنجابی طالبان و حکمتیار میگوید پنجشیر، از تروریستان عرب تا ملیشه‌های نیابتی میگویند پنجشیر، تسلیمی‌های اقوام دیگر نیز میگویند پنجشیر، فراری‌های خودی نیز میگویند پنجشیر، غفران بدخشانی هم که تند و تیز شد باز میگوید پنجشیر، کرزی و احمدزی نیز میزنند و میگفتند پنجشیر، موافقین هم میگویند پنجشیر، مخالفین هم میگویند پنجشیر، تاجک هم میگوید پنجشیر، افغان و هزاره هم میگوید پنجشیر. این پنجشیر کجاست؟ چرا تا این حد مورد خشم، نفرت، انتقام، درد، عشق و آزادی است؟ یک دره است، بسیار کوچکتر از صدها دره بزرگی دیگر در خراسان. از ملت تاجک هستند، زبانشان پارسی است، هویتشان خراسانی. در برابر ظلم نه میگویند، تسلیم نمیشوند، ساده ساز نیستند. باز میگویند از ملت تاجک هستند، برای کل این مملکت می جنگند. این کشور را برای کس تحفه نمی دهند، یک بلستش را تقسیم نمی کنند، خود را صاحب کل این خاک و هویت می دانند.